شرکت هواپیمایی سامون ایر به همه نمایندگانش در داخل و خارج کشور و نقطه‌های فروش چیپ‌های هواپیما دستور داده است که منبعد به صاحبان شناسنامه‌های خارجی که مهلتشان با مهر دراز کرده شده است چیپتا نفروشند. در یک فرمانی که روز 12 اکتبر از جانب رهبریت شرکت سامون ایر صادر شده است گفته می شود بنابر زیاد شدن حالت‌های منع ورود شهروندان تاجیکستان به مرزهای کشورهای دیگر شروع از 16 اکتبر به شهروندان تاجیکستان که شناسنامه شکل کهنه و مهلتش تمدید شده دارند چیپتا فروخته نشود. در ادامه این دستور شرکت گفته است تا این سنه همه چیپته‌هایی که به صاحبان چنین شناسنامه‌ها فروخته شده‌اند باز پس گردانیده شود. چون که به گفته این شرکت در گذشته حالتهای زیاد بودند که در مرزهای کشورهای دیگر شهروندان تاجیکستان را با این گونه شناسنامه‌ها اجازه عبور ندادند و این شهروندان ناچار به کشور باز پس گردانیده شدند. برخی از شهروندان تاجیکستان که در دست شناسنامه شکل پیشینه مهلتش 5 ساله دارند با انجام مهلت سندهایشان در کنسولگری‌های کشور مهر دریافت می‌کنند که طبق آن مهلت استفاده این حجت تمدید کرده می‌شود.